به انیاتایپس خوش آمدید. من جعفر واعظی هستم و در این ویدیوی کوتاه میخوایم مختصری در مورد انیاگرام توضیح بدیم. اینو بگم که انیاگرام قدمت طولانی دارد، به 2000 سال پیش برمیگردد و ریشه آن در خاورمیانه و آسیا است. انیاگرام را بیشتر با یک دایره توضیح میدیم که آدمای کره زمین را، کل انسانها را به 9 گروه تقسیم می‌کنه. در طول سالها شناسایی شده که می شود خصوصیات آدم‌ها را، رفتار آدم‌ها را، تمایلات آدم‌ها را، ترس‌های آدم‌ها را به 9 دسته تقسیم کرد. از 1 تا 9 و هیچ مزیتی هم اینا با هم ندارن، یعنی به این دلیل نیست که 1 یا 2 یا 9 یا 8 کدوم برتری دارن. همونطور که نقطه‌های روی دایره از مرکز دایره یک اندازه فاصله دارن، آدم‌ها هم از اون کمال به یک اندازه فاصله دارن. در روی دایره انیاگرام شما نقطه‌ها را که می‌بینید 2 نقطه کناری نقطه‌های بال هستن، یعنی یک تیپی میتونه بال تیپ 1 میتونه بال 2 داشته باشه یا بال 9، یا بعضیا میگن ممکنه هر دو تا بال را داشته باشه. در یک لایه دیگر هر تیپی به 2 تا نقطه دیگری وصل میشه که باز میتواند خصوصیات اون نقطه ها را داشته باشد. در لایه دیگر موضوع دیگری مطرحه به نام بقای فردی، اجتماعی و سکشوال یا 1 به 1، یعنی آدم ها یا اهل بقای فردی هستن یا بیشتر تعاملات اجتماعی را دوست دارن، یا اینکه اهل ارتباطات 1 به 1 هستن که باز هم اینجا تیپ های فرعی به وجود میاد، یعنی این 9 تا تیپ میشه 27 تا تیپ عملا. و مسئله مهمتر دیگری لایه سالم و متوسط و ناسالم تیپ است که آدما هر چقدر بتونن صرف مسیری بیشتری داشته باشن، بتونن مسیر رشد و توسعه را طی کنن، میتوانند سالم، متوسط و یا ناسالم باشن که باز در ادامه توضیح داده خواهد شد. توصیه میکنم به انیاتایپ سر بزنید و در مورد همه این موضوعات بیشتر بدانید. زندگیتون سرشار از ترانه‌های شیرین و بهانه‌های زرد.